آگاهی بزرگ امروز 11 فروردین ماه 1403. دل سلیم. خواص را سماع حلال است، زیرا دل سلیم دارند. اگر می‌خواهی تو را در جمعی راه دهند، شرط و شروطی را بایستی رعایت کنی. قبل از آن داشتن ویژگی‌هایی لازم است. حال مراعات و مداومت آن شروط است که تو را در آن عالم راه دهند. وقتی که خصلت آن عالم در تو تهنشین گشت، یعنی محرم راز آن عالم گشته‌ای و بر تو درها خواهند گشود. دوست من، قدری تأمل بایدت. آیا در جایی که هستی عالم توست که شرطش را رعایت می‌کنی؟ حال درونت را خوش نظر کن، خواهی یافتش. خنک آن کس که چو ما شد، همه تسلیم و رضا شد. گرو عشق و جنون شد، گوهر بحر صفا شد. مه و خورشید نظر شد، که از او خاک چو زر شد. به کرم بحر گهر شد، به روش باد صبا شد. چو شه عشق کشیدش، ز همه خلق بریدش. نظر عشق گزیدش، همه حاجات روا شد. به سفر چون مه گردون، به شب 14 پر شد. به نظرهای الهی، به یکی لحظه کجا شد. دل تو کرد چرایی، دل تو کرد چرایی، به برون ز آخور قالب. وگر آن نیست به هر شب، به چراگاه چرا شد. خنک آن گه که کند حق، گنهت طاعت مطلق. خنک آن دم که جنایات عنایات خدا شد. سفر مشکل و دورش، بشد و ماند حضورش. ز درون قوت نورش، مدد نور سما شد. ز درون قوت نورش، مدد نور سما شد. آرزو می‌کنم در سفر زیبا، کوتاه، جذاب و یگانه خود چنان به مقام تسلیم و رضا نائل بشید و دل رو خانه دوست کنید که جز هم سفرگی با حضرت دوست چیز دیگری نصیب شما نشه. روز شما سراسر نور و آگاهی.